احتمالا قهرمانی در کار نیست. سلام علیکم. آقا من گفتم که وسط از صبح کشی بیام باهاتون یه گپی بزنم. از صبح کشی نه، خونه تکونی. این هفته یه آخر هفته خیلی طولانی دارم ولی خیلی سرم شلوغه و خیلی کار دارم و از صبح که بیدار شدم همش مثلا بشینم کار کنم، ولی اینطوری بودم که فردا و پس فردا هم تعطیلی، بیا فردا پس فردا رو بذار واسه کارهایی که باید بکنی، یعنی کاری که جدا از سر کارم انجام میدم انجام بدم. و امروز خونه رو خیلی تمیز کنم، چون که خونه رو همش تمیز میکنم هر هفته، ولی خب مثلا اینطوریه که گرگیری میکنم، جارو میکنم، همه جا رو پاک و پوک میکنم و اینا، ولی الان دارم اونطوری تمیز میکنم که همه چی رو میریزم بیرون، توی کابینت رو تمیز میکنم، پشت مبل و اینا، تی و فلان و شیشه و فلان و اینا. یه قشنگ خونه تکونی ملس دارم میکنم که اینطوری جمع نشه همه چی رو هم دیگه، چون الان احساس میکنم مثلا میدونی قرنیز خونه روش خاکری کم رو اعصابم و اینا. و اینکه خیلی منتظر روزی هم که دوربین میگیرم بچه پای گردن. بچه ما واقعا طول کشید که به سروشنی برسیم که بتونیم خونه کباب بخوریم، ولی الان از سروشنمون خیلی راضی هستیم. فقط تمیز کردنش واقعا سخته. البته که من تا تمیزش نکردم و همیشه آقای پاپون زحمت میکشن. من میذارم همینجا اینقدر خیس میشه و پاک میکنم دیگه. بچه‌ها من همیشه میگم که از اینجا به بعد این آهنگ واقعا انقدر باحاله که لیاقت داشت یه آهنگ جدای کامل باشه و من خیلی ناراحتم که نیست. از بچگیم که اولین بار این آهنگ گوش دادم به این مسئله فکر کردم. بی حصار افکارم و خیلی صدام خوب است. یا با هم بریم اون بالای اون بالاها، این که بالای همه وجود ما. خیلی وقت بود سالاد شیرازی درست نکرده بودم. نمیدونم چرا واقعا، ولی اوف خیلی هم میخواستم. تلاش کرد که بخواد بچه ها الان که خونه تمیزه و حتی آشغالا رو هم دیگه بردم. میخوام کم جورنال کنم، ویژن بردم رو نگاه کنم و به کارهای فردام فکر کنم، چون که واسه این آقایی که کار سوشال مدیاشون میکنم خیلی کار دارم و باید دسته بندی کنم و حتی این یه سری چیز کوچیکو بتونم شب انجام بدم خیلی خفن میشه. آقا من خیلی به خودم افتخار میکنم. کارهایی که واسه فردا آماده نبوده آماده کردم. الان فردا بیدار شدم فقط با انجامشون بدم. تو لیست کاملا آماده است و اون یکی ادیتوری که با اون کار میکنم تسکای فرداشو داره و این خیلی خوبه. فقط هم ناراحتی که دارم اینه که ساعت 11 و من هنوز نخوابیدم و اینکه خوشگونه بمونم هنوز تموم نشده و من واسه همین به کار کردن ادامه دادم و اینه دیگه خوابم میاد، ولی الان دیگه میرم مسواک میزنم و میرم تو تخت دیگه خوش کنم تمام کرد میام چیزش میکنم میام.
بچه ها اینقدر سردمه که باورتون نمیشه، چون که هر شب با پتو برقی میخوابیم. بعد خونمون هم هنوز تازه است و خوابی نبند زمستون هم چون خونست. و دیشب گفتیم که بیا این شوفاژ جدید اتاقو تست کنیم که تا الان اونقدر سرد نبوده که تست کنیم، ولی خیلی کم گذاشته بودیمش. من یخ زدم راستش رو بخیر. و الان میخوام با جوراب تمرین کنم، ولی از جایی که با جوراب سر میخورم میخوام با جوراب پیلاتس هم تمرین کنم که سر نخورم. کی کردی به اون؟ از آرنج کم کن، بده بره پایین. از آرنج دوباره استارت. بچه دیدم پسر نمیاد، تصمیم گرفتم فعلا صبحونم رو درست کنم. Just open a window. کمی روغن آووکادو، یک مشت اسفناج، الان میشه یک مشت. من هستم. بچه صبحونم به طرز اتفاقی احساس میکنم باید خیلی خوشمزه شده باشه، چون که مرغ و اسفناج و جعفری و تخم مرغ و let's see. I need to work because I have to, file a leave for 4 days. So Yeah, but everything okay? You have a cold or something? Here, so we have reel number 1 to reel number 7, okay? So we have to edit all these ones and that's what I'm talking about. بچه ها من راستش بخواهیم کلم خراب شده از کار کردن و بیرون هوا خیلی قشنگه واسه من. میدونم میخوام حاضر شم و کم کم الان که حاضر شم یکم دیگه تو خونه کار کنم، بعد اما همین که لباس بیرون بپوشم بهم حس بهتری میده احساس میکنم. بچه ها بعد چندین روز آفتاب خانوم در اومده، یه هفته بود که بارون بود و من خیلی خوشحالم که الان که دارم ویتامین دی میگیرم با قهوه. ساعت چنده؟ 11:20 است و الان میخوایم بریم یه تریفت استور، چون که من زدم سالاد خوریمون رو شکوندم اشتباهی. هالووینم مبارک باشه انشالله. نیفت واسه اوتفیت هم کامل معلوم شد دیگه. بچه ها حیف که شراب کراوات نمیزنه، بگینه مجبورش میکردم از اینا بزنه. وای خیلی خوشگلن. شراب نمیخوای از اینا بگیری؟ خیلی خوشگله. بچه ها من عملیات کاسه سالاد خوری خریدنم با شکست مواجه شد، چون که این تریفت استورای اینجا هیچ چیز خوشگلی نداشتن، ولی تریفت استورای بغل خونه قبلیمون خیلی باحال با نمک بودن. حالا فعلا تو کاسه های دیگه غذا میخوریم.
بچه من این کتابه رو 1 سال پیش گرفته بودم و تا صفحه 100 مثلا 20 خونده بودم و اینطوری بودم که از این کتاب کسچیرتر وجود نداره. بعد صفحه 120 هم واقعا همین 1 سال طول کشید بخونم و یعنی مثلا یهو میرفتم 5 صفحه میخونم فلان میبودم. بعد الان شهاب رفت یه چیزی بگیره، من اینطوری بودم که من نمیخوام به گوشیم نگاه کنم و بذار یه ذره کتاب بخونم. بعد اینطوری بودم که اصلا کتاب جدی نمیخوام، انقدر دارم به کار فکر میکنم. تنها کتابی دارم که فانتزی و تخیلی همین بود و من قبلا خیلی کتاب فانتزی تخیلی میخوندم ولی اینجا کتابی نخریدم و اینو برداشتم شروع کردم خوندن و فکر کنم 4 ساعت پیش بود و الان 100 خورده صفحه رو یه ریز پشت سر هم خوندم و خیلی وقت بود که مغزم اینطوری قفل نشده بود روی کتاب. الان منم دلم میخواد برم تو دنیای اینا. همین. و تمام ناراحتیم اینه که این کتابه خیلی زیاده، یعنی میدونم یه مجموعه خیلی زیاده که نمیدونم چند تا دیگه یادم نمیاد اینقدر گذاشت وقتی خریدمش. ولی خب خوبیش اینه که میدونم کتاب اول بدترین کتابشه و از اینجا بعد باحال میشه. فعلا که چای من بخورم و 4 ساعت وقتمو که میخواستم کار کنم دارم کتاب میخونم. اب نظر مغزم خیلی ریلکس میشه. بچه ها من همین الان که اینجا نشسته بودم یادم افتاد که اصلا یادم رفت داشتم ولاگ آخر هفته میگرفتم و امروز صبح رفتم کلی کار بانمک کردم که تو ولاگ خیلی باحال میشد، چون که با دوستم رفتم بیرون کافی خوردیم و بذاریم تا حالا بگم چی شد. آقا اول از خواب بیدار شدم، ایمیلامو جواب دادم، یکم این ور اون ور کردم، اون کار جدیدم رو اکسپت کردم. بعدش با دوستم قرار بود برم بیرون، رفتیم بیرون و با همدیگه قهوه خوردیم، بعد کچاپ کردیم همینطوری، چون این تنها دوستمه که باش کار نمی‌کنم بچه، ولی مشتری هول فود بود و اینطوری با همدیگه دوست شدیم. اون مشتری هول فود بود. بعد من یه چند بار اونجایی که کار میکنه همدیگه دیدیم، بعد دیگه تو باشگاه هم دیگه دیدیم، در همینطوری دیگه کپ با همدیگه دوست شدیم. بعدش من رفتم بیست بای کیبورد خریدم که الان بهتون نشون میدم و یه دونه از این متای لپتاپ خریدم، خیلی نانازه و رنگ مورد علاقه من هر دوشون و خیلی دوستشون دارم. بعدش یه دونه مغازه هست اینجا که روش اصلا نگاه میکنی معلومه که انقدر گرونه نباید بری تو، لوازم خونه میفروشه بچه، مثلا مبل و میزنخوری و فلان و بسار اینا. و من واقعا مشکل مبل دارم راستش رو بخوام. من اینطوری بودم که بذار برم ببینم حداقل مبلای اینجا که میدونم یه جای خیلی خفنه تو شهر و همه خیلی دوستش دارم، مبلای اینجا چطوریه. و رفتم مبلای خوشگل پیدا کردم، قیمتاش خیلی خوشگل بود و اومدم بیرون و فقط نگاه کردم. اما چیز خریدم، اینو الان بهتون نشون میدم. اولین کریسمس اورنامنت خودم رو شهاب خودم خریدم، چون که قبلی‌ها رو همه رو از فکر کنم آمازون سفارش داده بودم و مثلا میدونی خودم اینطوری نرفته بودم انتخاب کنم و این به نظرم خیلی نمکه، چون که من و شهابیم، یعنی کلبه‌ای که من و شهاب دوست داریم داشته باشیم، چون من و شهاب دوست داریم که کلبه داشته باشیم تو جنگل یا تو مزرعه‌مون و به نظرم این همونه. این شهاب بچه‌ها اینا هاشش، این کلبه آینده من و شهاب تو جنگل فرضیه و بالاش هم نمیدونم چرا ماشین داره. این میتونه تراکمون باشه، چون من حتی دوست دارم تراک داشته باشم. بچه‌ها این مت لپتاپیه که گرفتم، یعنی از این متاست که کلا روش راحت کار کنی، مستت خیلی خوب تکون می‌خوره، دستتم بزنم. کلا چیز بانمکیه. از اینا گرفتم که قبلی که داشتم خیلی کثیف بود و خیلی هم قدیمی بود و این رنگ مورد علاقه من توی دنیاست، یاسی بنفش و بنفش هم کلا خیلی دوست دارم. و این کیبورد نمک رو نگاه کنید جان من. میخواستم برم کیبورد بگیرم، بعد به شهاب گفتم من نمیدونم چه کیبوردی خوبه، اونجا واسه عکس میفرستم مثلا بگو تا این کیبورد رو دیدم، اینطوری بودم که نیازی به عکس بیشتر نیست و اصلا ما می‌دونیم کیبورد خوبه یا بعد من همینو میگیرم. بچه‌ها من واقعا اینقدر کیبوردمو دوست دارم که دارم تایپ میکنم فقط نگاش میکنم، چون خیلی خوشگله. خیلی خوشحالم که دارمش و خیلی خوشحالم که بزرگ شدم و کار میکنم
و توانایی دارم که چیزای خوشگل اینطوری میبینم واسه خودم بخرم، واسه کارم که بچه بودم خیلی دوست داشتم داشته باشمش و خیلی براش تلاش کردم و خیلی خوشحالم.